سلامی عکاستونه که قراره بشه نقاش و اینجا هم یه باغ خفن رو قراره رنگ کنیم. این سروشه، اینم شلوار کردی منه با یه تیشرت ساده که قراره این باغو که قدمت خیلی زیادی داره، بالا 300-400 سال میکشه رو رنگش کنیم. اولین اتاقش رو انتخاب کردیم، سروش داره دیوارا رو میخونه و واقعا پشماش ریخته. اولین تجربه نقاشیشه روی دیوار، چون کلا استاد نقاشی روی بومه، ولی خب میخواد یه تجربه خفنی داشته باشه و نقاشی روی دیوار هم داشته باشه. همین چند تا رنگو که میبینید و این وسیله شده 1.8 که با همینا نزدیک 19 تا دونه تم رنگی درست کرده. ولی خب از اونجا که من آدم ساده‌ای ام، رنگ توسی رو انتخاب کردم و قراره کل دیواراشو رنگ توسی بکنیم. اینجا رو که می‌بینید سروش زده تو سرش قرار بود زرشکی بشه، ولی خب من می‌خواستم رنگو تست کنم، توسیش کردم. الان دارم پفش می‌کنم که زود خوش بشه که بتونیم زرشکیش کنیم. برق هر جوری که بود، بدون وسیله، بدون هیچی، حتی برقم نداریم، شروع کردیم به رنگ زدن یه دور کل این دیوارا به رنگ توسی که امیدوارم یه رنگ خوبی در بیاد و هنوزم زیاد بلد نیستیم. اینم اولین تجربه رنگکاری منه و حتی اولین تجربه رنگکاری سروشه، چون کلا رو بوم انجام میداده. به هر حال اینجا نصفش رو زدیم یه دور و اینجا هم که میبینید سروش هنوز داره سری دومو شروع میکنه که اینجا هم آخراشه که رنگ تموم کردیم. حقیقتا 2 تا دیوارشو بیشتر نتونستیم بزنیم، ولی خب قراره تو روزهای بعدی کلی کارهای خفن اینجا انجام بدیم و اینکه بریم خودمون رو بشوریم که برسیم به خونه. اسم میکنم سروش تا حالا سرشو تو حوض نشسته بود و خیلی براش باحال بود و منم که مثلا برام مهم نیست. شب خوبی داشته باشید.